ما просто در HTML странице як блок сохтам, блоки div با ID content. فقط همینا ما یکم بک‌گراند میتیم. اول ویلکام میکنیم یعنی کانتنت انتخاب میکنیم. یک کمتر استیلش میتیم برای خوب دیدن. من این خیلی استیل دادم. پروستو ما رزمیرش دادیم، یعنی رزمیر فهمی و رزمیر درازیش دادیم و اینجا مرجینگ یعنی اتوماتیکی پد سنتر آوردیم، نیون آوردیم و 50 پیکسل از این بالاش پایین‌تر شدیم و بک‌گراند کلر شدیم. امروز درس ما این بک‌گراند های، برای همین ما فقط بک‌گراند ها میگذاریم. اینجا من پروستو یک بوردر میمونم، بوردر سولید. ما درس دیگری یعنی بوردر هم میگذاریم، سولید یعنی این بلاک های. یکم فونکسیه که ما میگذاریم این بک‌گراند ایمیج است. یعنی بک‌گراند ایمیج یعنی صورت دادن. وقتی ما بک‌گراند رو تیره میمونیم ایمیج و یورل نویسندیم، ما پوتی صورت میگیم. من میگم از پاپکای استیل یعنی ببرو، بعدا در اونجا صورتی 33.png با فکر من خیلی بود PHP نسیم PNG پروستو ابنویت میکنیم. من چخیلی که میبینین صورتی ما برامه، یعنی ما در پاپکای سایت مون یعنی استیل مون گفتیم که یک برو و این پاپکای 33.png را این صورت یعنی که بگید. خیلی میبینین صورت دبایی چی در فرم و این باز یک چند نمود فونکسی های دیگر داره. باز میتونیم که ما در اینجا کالر بگیم، نپریمیر یکم کالری سفیدش بدیم، ببینیم که چه خیلی میشود. چه خطا کنیم بخشش من اینجا کمتر خطا کردم. در ایمیج یعنی کالر داده نمیشه، یعنی که پروستو اگر ما بک‌گراند نرسونیم به ایمیج یعنی این خیلی نرسونیم، این خیلی من ببینیم که کار میکنه. خب حاضر ما اینش سرکار نمیگیریم و میگذاریم باز دیم فونکسیش میشه که پروستو با ویرگل مونیم با یورل نرسونیم. من نپریمیر یورل مناسم باز یک صورت دیگر داده میکنیم که یعنی با جای رنگ سفید دادن یعنی یکم نمودی صورت دیگر بیاد. با پروستو میگیم از پاپکا براد تسلیش و میگیم پاپکای من یک بار بینم. من این صورتی ما بیجی نام داره، یعنی اینا دیگر میتونم من این خیلی کنم من ببینینش. این صورت پروستو یک نمود بگیم صورتی مایده ای است که شما میتونید که یکم جا صورت را از اینترنت یکم جا میتونید که بگیرید. برای ما منویسیم نام صورت تاشکه فرمت صورت یعنی جی که وقتی این نویسندیم اب نوید میکنیم من نوید که در پشتی فونی ما هم صورت پیدا شده که رو پروستو صورت که مایده کی است برای همین نمیتونه. خب این فونکسیش بود. باز میگذاریم در دیگر فونکسیش. خب باز هست یعنی بک‌گراند پوزیشن. بک‌گراند پوزیشن این گونه کار میکنه. فقط این را گیریم کار نیستم. بک‌گراند پوزیشن یعنی که ما میتونیم بگیم که پروستو یعنی تاپ یعنی لفت تاپ سنتر یعنی با تور برا و با سنتر بیاید. من این خیلی صورت یا هم کنترل میکنیم یا که پروستو میتونیم در جای توپ سنتر یا هم نپریمیر پیکسل قطعی بمانیم. میتونیم که نپریمیر یا هم پیکسل قطعی از یک دیگریش یعنی من بینید خیلی پایین بالا یعنی شما میتونید که پروستو مفقدی لختان یا هم دیزاینش کنیم. خب این سیمش این رپیت چیه؟ یعنی که ما میگیم که نو رپیت معنی این نداره که یعنی که صورت ما یک بار تکرار میشه. من ببینید که از صورت ما چند بار تکرار اون وقتی ما نو رپیتش کردیم این یک بار تکرار میشه. باز هست رپیت ایکس یعنی رپیت ایکس چین خیلی نوشته میشه.
repeat x و repeat y. مانا x یعنی درازیش قطعی میبره صورت را و y توش باشد با من چپانه گفتم یعنی y با پهمیش میبره و x با درازیش. مانا این پروسه صورت کلانه میبینینش. باز یک نمود فونکسیای دیگرش هست که این نمودش یعنی که این خیلی یعنی ما وقتی فیکسد موندیم صورت ما در جاش میسته. من بک‌گراوند پروستو یک بوردر بخشیم درازی میتونم 100,000 پیکسل بعدا سخرانید میکنیم. من ببینین وقتی من بالا میبرم صورت ها در جاشون ایستادگی یعنی صورت ایجاش دور نمیشه. خب باز هست دیگر نمودش یعنی بک‌گراوند سایز اینش باشد رزمیر میتیه صورت من 30 پیکسل میمونم. من خیلی میبینید صورت ما رزمیر مایده گرفت و 30 پیکسل یعنی ما با پهمیش x یعنی دادیم پهمی قطع صورت برابر. اگر پروستو ریپیتش کنیم یعنی بینن که این خیلی میبره یعنی که در هم درازی و هم پهمی. و اگر y قطع کنیمش خب من x قطع کار میکنه و y قطعی هم باید کار کنه. نازی من در y قطع کار نکرد یعنی که این سراونا کار نکنه یعنی که این خیلی فونکسیا عویزیتی هست. خب این بود درسی امروزی ما و یک چیز دیگرش هم بگم میتونیم اونجای سایز دا کانتنت بنویسیم یعنی که با کانتنت راست میشه. ریپیت پروستو میگیریم یا که نو ریپیتش میکنیم و من این با کانتنت یعنی راست میشه این همون فونکسیون میگیم است. خب این به درس امروزی ما تا درس دیگر در خانه خیر.